شاید همتون فکر کرده باشید چطوری یک نفر روی حالا جاینت سورد، حالا هر سوردی یه ستاره میزنه و 5 ستاره میکنه. اوکی، کاری نداره، شما وارد اسکای بلاک مناتون میشین و دانجن ها رو انتخاب میکنید. وقتی دانجن ها حالا میتونه از اونجا هم بیاد، فرق نداره. اینجا همه چی اوکیه. میرید اینجا پیش یک آدم به نام حالا بذارم میلیک ایشتونه. اینجا دوتا چیز داریم، یکی اسنس کرافت، یکی سلوج آیتم. این که اصلا انتخاب نکنید، مثلا آیتمتون رو بذارید اینجا، مثلا به ویدر اسنس تبدیل میشه که هیچ اصلا انجام ندید. یکی هم مثلا آقا آپگرید آیتم داریم و حالا این برای ریکام که بهتون یه جا توضیح. خب مثلا آقا یک آیتمی میذارید اینجا، مثلا آیتم از شما ویدر میخواد، ویدر اسنس. حالا من این ویدر جاینت سورد رو زدم دیگه نمیخواد. اینجا جاینت سوردتون رو میزنید و آپگرید آیتم میزنید و حالا آیتمی که میخواید ستاره دار میشه. حالا نه جاینت سورد، هر سوردی و هر چیزی که برای دانجن بعد